جناب علامه آیت الله کمال حیدری از خود آقایون هست، حوزوی است و با استدلال ایشون به قول خودشون، یعنی این که آقای کمال الحیدری مهر ارتداد میزند بر روی ملا باقر مجلسی. ملا باقر مجلسی مرتد متوفای 1110 هجری، صاحب بهار الانوار، صاحب بهار الظلمات، که همین شد که میگویند اون کسی که خدمتگزار این بود وقتی که از این کفر و شرک و ارتداد از دین اسلام دید، در فکر از بین بردن این شد. راهی نیافت مگر این که اون سنگ دشویی را اومد شل کرد، بگونه ای که وقتی که جناب ملا باقر مجلسی رفت برای قضای حاجت در دشویی، با سنگ رفت در چاه توالت که دیگه همونجا هم دفن شد. لذا الان آقایون نمیتوانند بگویند که قبر آقای مجلسی کجاست، میگن بغل پدرش خوابیده یا آدرس همطور الکی میدن. این باعث شد که حتی کسانی که خدمتگزار این مرد مرتد بودند ازش بیزار بشند و به شکل خیلی زشتی او را بکشند. بنابراین اونهایی که بهار الانوار ملا باقر را الان دارن علم میکنند بدانند که کتاب یک مرتد میخوانند. آقا بعد از این همه اومده میگه من به یقین رسیدم که این قرآن جوابگوی مردم نیست و به یقین رسیدم که تا به حال پشیمانم که چرا عمر خود را تلف کردم درباره تحقیق و علم قرآنی. یعنی آقا کاملا مرتد شده. و جالب است که خداوند همچون افرادی نمیخواهند حسن ختام داشته باشند. کسی که در کتاب خود پر از شرک و مملو از خرافات و مملو از بدعت و غیر الله پرستی داشته نباید حسن ختام داشته باشد، باید سوء ختام داشته باشد. و همین است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید عبرت به پایان عمر است نه به اول عمر. فیسبق علیه الکتاب فیعمل بعمل اهل النار فیدخلوا. عمل اهل نار اهل جهنم انجام میدهد و وارد به جهنم میشود. پس بنابراین این هم شاهد، چیزی نیست که بنده بگویم یا حضرت عالی بگویید. کسی که از قلب حوزه شیعی بلند شده و الان ملا باقر مجلسی را مرتد معرفی میکند، خب واضح هست دیگه. زمانی که بگوید من پشیمانم از این که عمر خود را تلف کردم در این مسئله، یعنی در علم قرآن و در علم عرض شود کتاب الله، الان حق این ندارد که بگوید من مسلمانم، یعنی کاملا مرتد شده. و این را بگوید کتابی که خدا میفرماید ما فرطنا فی الکتاب من شیء، هیچ چیزی را جا نگذاشتیم و این کتاب کاملا روشن و واضح هست، بگوید این کتاب الان جوابگوی مردم نیست و درش اون چیزی که مردم بخواهند نمییابند. مردم توحید میخواهند، در قرآن مملو از توحید است. مردم شرک نمیخواهند، در قرآن مملو از برحذر داشتن و نهی کردن از شرک و از غیر الله پرستی است. پس سعادت دنیا و آخرت. خدا میفرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. ملا باقر مجلسی میگوید نخیر، لا یهدی للتی هی اقوم، یعنی کفر مطلق رد خداوند میکنه.